سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. این بچه هم اکسایتد شدن، یعنی هیچ کس قربونت برم من مامان دارم فیلم میگیرم. من خدایا یه لحظه من برگردم. برو بیرون برو بیرون برو بیرون برو بیرون عشقم، برو بیرون برو بیرون برو بیرون. ایناف برو بیرون. یعنی فکر میکنم هیچ کس به اندازه خودم چیز نبود، چی میگن، منتظر نبود که این ویدیو دیگه چیز بشه، چی بشه، فیلم گرفته بشه. چون که این همه چیزایی که خریدم و اینا رو از جنوری، یه 4 ماهی میشه الان، 3-4 ماهی میشه، این گوشه اتاقم بود مثل یک اینجوری چی میگن، مثل یه وزنه انگار روی قلب من بود. گفتم این سری فیلمشو بگیرم اینجا یه ذره تمیز شه، باز شه، بتونم یه ذره کارهای دیگه بکنم تو اتاق. ولی وقت نمی‌کردم، سرم خیلی شلوغ بود با کارهای دیگه و فیلم‌های دیگه هی میومد و تو راه و جاهای دیگه میرفتیم و اینا. کوکو یه لحظه، کوکو برو بیرون. آره خلاصه چیزهای دیگه میومد و اینا، نمیشد این فیلمو بگیرم. حالا اینترو خیلی داره طولانی میشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. و اینکه دیگه نوشیدنی و پاپ کورن و اینا این ویدیو رو چیزش نمیکنه، چی میگن، سرتاشو هم نمیاره. به کله پاچه بیاری بزنی با این چیزایی که من دارم. یعنی اینقدر شاپینگ هی همینجوری رو هم دیگه انباشته شده و فیلمشو نگرفتم. فکر کنم 1 ساعتی طول بکشه. پس برو کله پاچه، آبگوش، چیز سنگین، سیرابی بیار بشین بخور، ویدیو رو ببین، با هم دیگه آنباکسینگ کنیم همه این چیزا رو. و اینکه همین دیگه آنباکسینگ کنیم. از همه جا هست، از زارا هست، از All Saints هست، از یه وینتج شاپ هست، از لاکچری سامپل چیز سل هست، لولولمن، همه چی هست. یعنی واسه هر سلیقه‌ای، هر چیزی که بخواین. اما اینجا دارم تبلیغ شاپو میکنم. آره خلاصه همش اینجاست و بریم که آنباکس کنیم. خب قربونت برم، اینجا نشسته داره نگاه میکنه کوکو. اولین ویور من کوکوه. قربونت برم. خب اول از همه خب ریکا اومد، جمعمون تکمیل شد. قربونت برم. اول از همه از تاپی شروع میکنم که تنم الان. اینا از زارا گرفتم وقت بکنم کریسمس بود. از زارا توی سل زارا گرفتمش، شده بود 5.99 فکر کنم، 6 پوند. دوستش دارم، خیلی باحاله، خیلی رنگش به خیلی چیزایی توی کمدم میخوره، مثل اوت میلیه، مثل چی میگم، کرم رنگه. بعد اینکه یه کات اوت اینجاش داره که یه ذره بیشتر چیزش میکنه، از معمولی بودن درش میاره و اینا. یه چیز سیلور هم اینجاش داره. کلا این شکلیه. گفتم با جینز، با دامن و اینا واسه تابستون خیلی باحال میشه. اینو گرفتم. بعد بریم از اول این زارا رو. واسه همه باز شده، فقط نپوشیدمشون. اگه ببینید خیلی چروکه، چون که خیلی وقت تو اینا بوده، بگا بوده. آهان این یه تاپه که اینم باز از سل زارا گرفتم. خیلی تو تن خوشگله. میگم یه ذره چروکه، آستیناش هم یعنی باید بپوشم که ببینی. حالا آخر ویدیو همه رو میپوشم بتونیم ببینینش. این خیلی خوشگله توی تن، اینجوریه. این آستیناشه و رنگش هم خیلی نمکیه. رنگش نمکیه. یعنی شوره. این هم خیلی مدل خانمانه داره و خیلی هم در این حال خیلی شیک وای مثل توی تن.
با یه شلوار مشکی پوشیدمش، هرچند که اینجاها کلا تاپه یه ذره چروک شده، یه ذره که من خیلی چروک شده، این اینجوری میفته. اینم کمربندشه، نم بتونیم ببینین یا نه. شلوار مشکی رالف لورن پوشیدم، دمپاچه گشاد با همون کفشایی که هم بود. آیتم دوم این پیرهن است. اونو گرفتم 3.99 تاپه رو، یعنی اصلا یه ساندویچ سابوی هم بهت نمیدم با 3.99. یعنی چی آخه؟ چرا اینقدر ارزون میشه؟ این 60 پوند بود، گرفتمش 9.99. یه پیرهن مکسیه، بلنده، بعد پشتش هم اینجوریه. باز دوباره اینو تو تن بعد ببینید، تو تن خیلی خوشگله، تا روی زمین میاد. خب این اون پیرهن است، ماکسی درس هست که از زارا گرفتم. قدش تا روی زمین میاد، اینجوری پشتش. خیلی کلاسیک و خیلی شیک و ساده است. خیلی کلا دوستش دارم من. مخصوصا پشتشو که اینطوری بازه. بریم سراغ یه چیز ورزشی. این از آندر آرمر گرفتم، از توی بیست ویلیج، همون موقعی که آف خورده بود، زمان کریسمس رفته بودیم. البته این یکی تاپه از لولولمن، همینش چیکار میکنه. آره این از لولولمنه، خیلی دوستش دارم. البته یه ذره واسم بزرگه ولی خیلی دوستش دارم. اینجوریه، این پشتش اینجوریه، توی تن اینم باز خیلی خوشگل وای میسه. جنس لولولمن هم اگه از نزدیک دست داده باشین انگار داری به ابر دست میزنی، انقدر نرم و گوگلی مگولیه، سبک و نرمه، خیلی خوبه. لیست دیگه که از آندر آرمر گرفتم، این تاپ ورزشیه. گفتم با یه تنیس سکرت اینو بپوشم، یه دامن تنیس. تابستون هم میخوام برم جایی، هم میشه باحال استایلش داد این پشتشه، همین که رنگشو خیلی دوست دارم و اینا. یه زمین تنیس نزدیک خونم هست، گفتم اینو اونجا بپوشم، بعضی وقتا باحال میشه. خب اینم اون تاپ سپورت هست که گرفتم. خب دو تا بعد رو باز کنیم. اوسینز، اینم باز این چیزی که میخوام نشون بدم و از بیستر ویلیج گرفتم. یه جایی هست توی لندن، نزدیکای لندن، آکسفورد. چیزای دیزاینر هست که تخفیف میخوره، خیلی مثل اوتلتشونه، خیلی ارزون تر میشن. دو تا تاپ گرفتم ازش که اصلا جنس اینا نگم برات، اینقدر نرمه، وای دارم میخوام اینا رو بپوشم باشون بخوابم، اینقدر نرمه، مثل پیژامه میمونه. نیم تنه است، خیلی خوشگله. این رنگش اصلا جنسش همه چیش خوشگله. یه دونه دیگه هم همون شکلی گرفتم ولی خب این رنگی، اینا رو چون ترایان کردم دیگه درست نداشتم. جفت رنگاش خوشگله. اینا رو بگم گرفتم دونه 15 پوند، چون معمولا بکنم 30 خورده یا 50 خورده باشه، درست مطمئن نیستم. خب این آخرین آیتمی که گرفتم این بود که با یکی از دوستام رفته بودیم بریک لین، یکی از وینتیج شاپاش. من این دامنه رو پیدا کردم، اسم جایی که رفتیم توش راکت بود، راکت لندن.
UK's leading vintage store 1986 توی بریکلین. این دامنه رو گرفتم، گفتم واسه سامر اصلا بریم لب دریایی چیزی. 12 پوند بود، گرفتم 6 پوند من آفورده بود. اینجوری از این است که این بغل گره میخوره، پاپیون میشه، باحال میشه. گفتم باحال میشه روی بیکینی اینو بپوشی واسه کاور اپ و اینا، چیز باحالیه. رنگش هم خیلی وینتجی ماننده، رنگ آبی تیره، چی میشه؟ نیوی بلو، آبی تیره، خیلی رنگ مورد، یکی از رنگ‌های مورد علاقه منه. اینو با توسی. خب دیگه چی؟ فکر کنم واقعا بعضیتون کله پاچه دارین می‌خورین الان. weird. خب اینم از مغازه انتروپولوژی گرفتم، لباس خوابه شده بود. کلا انتروپولوژی یه ذره قیمتش گرونه ولی خب جنسش خیلی خوبه. شده بود 10 پوند این شکلی. الان خیلی چروکه ولی خب سلکه، میپوشیش سلک میشه حریر، نمیدونم، خلاصه سلکه. میپوشی اصلا انگار یه جنس لطیف لیز، چجوری توضیحش بدم، یه چیز خفن تنته. این خیلی دوستش دارم. اینم از اینا رو یکی یکی دارم آنباکس میکنم و انگار دارن این وزنه رو هی 1 کیلو از روی سینه من برمیدارن. اینقدر داشت اذیتم میکرد این زمانی که اینا اینجا بودن. اصلا کلا اتاق اونور باز شده، این ورش پر شده. نه شوخی میکنم، اینا که باز کردم عشان این جاشون توی کمد، همه کارتوناش هم همه کارتون و بگاش هم میندازم بیرون، یه ذره اینجا تمیز بشه بتونم عشان توش کار کنم، ویدیو بگیرم واسه شما، کارای خفن مفن. خب بریم اولسینسا رو تموم کنیم دیگه. این آخرین بگه، کلا 2 تا بگ داشتم از اولسینس. این یه هودی گرفتم ازش. این هودیه 130 پوند بود یا 120 پوند، درست یادم نیست ولی خب از بست ویلج گرفتمش من 35 پوند. اکسترا لارج گرفتم سایز اکسل که بگی باشه تو تنم، چون بگی دوست دارم. بعد موقعی هم که مثلا بیشتر میرم موتور سواری، این این هودیه رو میپوشم، خیلی جوابه، این خیلی دوست دارم. خب این هودیه اولسینس هست، دامنه رو عوض نکردم، اینجوری دامنه رو گذاشتم باشه، اینجوری گشادیش همونجوری که دوست دارم. باز این میتونیم با شلوار جین، شورتک، دامن، هرچی بخوای ست کنی. این شکلی همسایز جین است. یه آیدیا به ذهنم خورد همین الان، یه هوری اینو روش بپوشم بکنم باحال بشه خیلی. این از این نمیدونم چرا تو این بگه است، احتمالا همجور انداختمش واسه این ویدیو تو بگه. اوکی. این شلوار اونایی که منو فالو میکنن میدونن که چند وقت پیش یکی از دوستام اینجا بود، کیمیا از آلمان اومده بود، بعد یه دونه از این شلوارا پاش بود، بعد من نگاش میکردم کیمیا خیلی بهت میاد، خیلی خوبه، مثلا از این میخوام، فیتش چقدر خوبه. بعد پوشیدمش، خیلی خوب بود. گفت برش واسه خودت. گفتم نه به تو خیلی بیشتر میاد اینا، دمت گرم اینا، من خودم مثلش میگیرم. حالا چشم خورد پیدا کردم میگیرم مثلش. خلاصه انقدر گشتم یه دفعه روزی که نمیگشتم
پیداش کردم یهویی. حالا این اون شلوار نیست ولی خب خیلی شبیشه. فکر کنم یه ذره کامفورتبل تر از اون هم باشه، یه ذره راحت تر هم باشه چون که پشتش کشیه این. بعد واسه کمرش درست باشه میتونی اون چلوکه هاوه رو بزنی. اینجاش کش داره. بعد جیباش خوبش اینه که جیباش قشنگ گرده، اینجوری صاف نیست. دستو میذاری اینجوری میشه. اگه میدونی چی میگم. حالا تو استایلینگ بهتون نشون میدم منظورم چیه. دیگه پایینش دو تا کش داره که میتونی هم صاف بپوشیش، هم میتونی اینجوری کشش رو جمع کنی اینجوری شه، پایینش جمع شه بپوشیش. بعد فرم این شلواره جوریه که اینجاش دو تا پلیسه میگن؟ چاک میگن؟ نه چاک نه. دو تا اینجوری دوبار جمع شده متریالش، پارچهش، و این بگی بودنش رو بیشتر میکنه. حالا توی پام پوشیدم بهتون نشون میدم که منظورم چیه. اینم از TK Maxx پیداش کردم، گرفتمش 9.99 فکر کنم از برند برشکاست. سایزم هم لارج گرفتم. خب این تاپ اوسنس هست که یه زرشکش هم گرفته بودم. اینم شلوار ست کردم. جیباش منظورم این بود، جیبی زیاد پایین نیست، همین بالای بالاست و دستو که بذاری قشنگ وایب کول بودن بهت میده. دمپاچه هاشم اینجوری میتونی تنگ کنی، نمیتونیم ببینین ولی خب اینجوری میتونی کش داره تنگ کنی. و اینکه خیلی دوستش دارم، خیلی کوله، نایس. خب بریم یه ذره لکشری اوتلت. یه جایی پیدا کردم توی ریجن استریت که از برندهای مثل گوچی، دیور، شانل، پرادا، لوی ویتون اینا چیز میاره. اوتلت هاشونو که نه، سامپل سله. آره سامپل سل و چیزایی که مثلا مال سیزن قبلی بوده اونجا به قیمت خیلی پایین تر، مثلا 80% اونجا میفروشن. بعد من رفتم یه روز همینجوری. بعد اینکه من چند تا چیز از اون رو گرفتم. یکی اینکه این بلتر رو گرفتم ازش، 2 روه بلتش فکر کنم، نه 1 رو، آره 2 روه، نه 1 روه. مشکیه. بعد اینجای صورتیه. یه کفش دارم صورتیه، گفتم اونو با این بلته بپوشم باحال میشه. بعد از چیش خوشم میاد؟ از اینکه هیچ برندی، هیچ لوگویی، هیچ چیزی روش نیست. و اینکه آره یه ساده است، دوتایی بندش واسه اینجا هم هست، بالاست نه پایین. اینو گرفتم. وای این پیرهنه، این پیرهنه ببین، یعنی اگه یه چیز نرمتر از این بود پیرهن که واسه بیرون بشه پوشید، فکر میکنم سیلک باشه چون خیلی نرمه. از برند مورگان لی فی میگمش یا نه، ولی نوشته مورگان لی فی نیویورک. حالا به هر حال 200 خورده ای بودیم لباسه. من گرفتمش 28 پوند. 200 خورده ای نبود، 300 خورده ای بود، 320 خورده ای بود یا 50 خورده ای. من گرفتمش 28 پوند، یعنی اصلا باورم نشد. بعد یه قسمتی بود که 20% دیگه هم به تخفیف میداد، نمیدونم جنسش چیه ولی خیلی نرمه توی تن. حالا اینجوری نشونش میدم زیاد. اوپس. اوکی. اینجوری نشونش میدم زیاد چیز مثل خفاش شب میمونه. ولی میپوشم بعد میفهمین که چجوریه. خیلی خوشگله تو تن. مثلا با اون بلته شاید actually maybe not
حالا میپوشم میبینیم. اینجاشون کمرش یک کشیه، اینجا میتونی بیاریش بالا، حالت بگی بپوشیش. با کیف گولد هاردورشن دادم مچش کردم و کفشایی که از زارا گرفتم روش سنگای طلایی داره که با کیف مچ میشه. خیلی ساده و خیلی شیک به نظر خودم. مثلا میتونی یه ذره کژوال تر هم بپوشیش. دیگه چی گرفتم؟ اوکی، دوباره از انتروپولوژی یه پیرهن مردونه جین گرفتم که پوشیدمش بکنم توی ویدیوام دیده باشین قبلا. این اوورسایز اکسترا لارج پیلکرو، اسم برندش پیلکروه، ولی خب من از انتروپولوژی گرفتمش. انقدر این توی تن خوشگله، انقدر این توی تن سکسیه، یعنی یه چیز خیلی بسته، انقدر نمیتونه مثل این سکسی باشه. هر وقت من پوشیدمش، از روزی که گرفتمش 3 بار پوشیدمش، هر وقت پوشیدمش همه بهم گفتن این از کجاست، چقدر خوشگله، چقدر باحاله. نمیدونم خیلی بهش میخوره گرون باشه. 110 پوند بود، من گرفتمش 19.99. الان بعضیتون خیلی از من بدتون میاد، نه؟ همه چیزای قیمتای خوبی گرفتم. ولی خب بعد بدونی که کی بری خری، کجا بری، دیگه نورات بدونی. حالا اینم دوباره میپوشم واسه کسایی که ندیدن ویدیویی که این تنمه رو نشونتون میدم. فیتش اصلا جنسش، فیتش حرف نداره، خیلی باحاله. حالا توی برالت پوشیدم ولی میتونی دکمه‌هاشو ببندی، با جینز بپوشی. بلندم هست اینقدر، مثلا اون دامنه زیرشه ولی بلندم هست که بتونی خودش تنها رو بپوشی. آستیناش. بعد اینم دوباره از همون اینجا گرفتم که گفتم از توی ریجن استریت پیداش کردم، یه جایی توی لندن، سنترال لندنه. این یه بگه که نمیدونم چجوری بعد اسمش رو بگم، حالا هم نشنیدم. خب میارم ببینین. این برنده. خب کسایی که منو میشناسن میدونن که من از رنگ سبز زیاد دل خوشی ندارم، ولی این رنگ سبز یه ذره قابل تحمل واسم. یه ذره که نه، قابل تحمل واسم، چون که توش خطای مشکی داره و جنسش اصلا یه جنس، نمیدونم بتونین تشخیص بدین که چه جنسیه یا نه، ولی خب خیلی باحاله. اینجوری باز میشه. خب اولین نشون بدم. بندش اینجوری میشه، دوتایی میشه یا حتی بلندم میشه پوشیدش. داخلش یه زیپ میخوره که برای تلفنی چیزی بخوای بذاری یا پولی بخوای بذاری اینجا سیف باشه. بعد اینجاش هم چند تا جای کارته، 3 تا این ور، نه 4 تا این ور، 4 تا اون ور. کلا خیلی خوب جا میگیره توش. یه بار استفادهش کردم، خیلی خوشگله. اینطوری. اینم فکر کنم 300 خورده یا 200 خورده بود، میگم الان درست قیمت یادم نیست. گرفتمش 25 پوند، یعنی از تاپ شاپ و تیکی مکس و این چیزا ارزون تر شد. این خب دیگه بریم واسه لولوان میزنم واسه آخر. بریم یه داره واسه زارا. تلفنم پیدا کردم زیر آوار گم شده بود. خب بریم واسه
زارا یکی از جاهاییه که من وقتی که تابستون میشه اول تابستون میرم، یعنی بهار، اواخر میشه آخرای بهار میرم و اولای کریسمس. اونجا آف خیلی خوبی داره، مثل این پیرنی که تاپی که گفتم چقدر ارزون گرفتمش. خب اینجا کلی چیزی هست که باید نشونتون بدم. این نشونتون ندم نمیشه. این تاپ مشکی سایز لارج گرفتم. اینقدر این توی تن خوشگله. دوباره الان این مثل هیچ چیزی شبیه هیچی نیست، این فقط یه پارچه است، ولی تن که میکنی اصلا خیلی خوشگله. 30 پوند بود، من گرفتمش 5.99. آستینش هم این شکلیه. بعد حریره، یعنی توش پیداست بدن. مثلا این بعد یه چیزی بپوشه زیرش، نمیتونی هیچی نپوشی زیرش، هر جور مایلی. خب اینم از اون یکی تاپ مشکیه. توی تن خیلی خوشگله، آستینش اینجوریه. حالا من دادمش توی دامنم، ولی میتونی از تو دامنم درش بیارین اینجوری. من پرفر میکنم تو دامن باشه. این یقهشو خیلی دوست دارم، خوشگله خیلی. بریم بعدی. این تاپه خودم نمیدونم داستانش چیه، ولی خب میدونم باحاله. چیزایی که اصلا یه ذره نقص داره و یه ذره مثلا تمیز نیست و اینا رو من دوست دارم. مثلا این تمیز نمیشه بهش گفت، یه ذره حالت غیر معمولی داره. غیر معمولی میشه کلمه. حالا اینجا یقش کجه، بعد توی تنم خیلی خوبه. این تاپه بود که میگفتم نکلاینش رو خیلی دوست دارم. اصلا کلا کجه توی بدن و منم از همینش خوشم میاد. ریکو هم داره هی سر صدا میکنه. نمیذارم من فیلم بگیرم درست. البته بیچاره خیلی وقتا صبر کرده که من تموم بشه. از 300 دارم فیلم میگیرم. دوستش دارم. تاپ ساده نیست، یه ذره از سادگیش در اومده با این چیز میذاش. نگم برات، ولی قراره بگم برات. این جامپره گرفتمش یه بار 33 پوند فول پرایس گرفتمش. بعد آوردم خونه، چقدر نرمه، نمیخوام اینجوری بگیرمش بغلش کنم. مثل خرسا چجوریه نرمن، همون جنسیه، جنس خرس انگار، تدی برای هست چیزا. anyway مغز من دارم اینجوری تدی بر چی میگه. آره گرفتمش 33 پوند بود. آوردمش خونه، یه دفعه تو وبسایت دیدم چی شده 5.99. گفتم return right now. ریترنش کردم، دوباره خریدمش 5.99. اینجوریه. سرمه‌ای دورش یه خط ظریف آبی داره، پشتش هم بازه اینجوری، خیلی خوشگله. بعد اینجای آستینش هم خط آبی رو داره دوباره. باحاله، اینو خیلی دوست دارم. اینم از جامپر. اون یکی جامپر سرمه‌ایه، یقش گرده و بدین صورت. این نشون بدم. آها، این شهلای مادر. واسه لباساتون شما اسم میذارین؟ مثلا این اسم شهلاست. شاید هم شراره باشه، شراره های آتش. این دوباره یه مکسی درسه تا روی زمین میاد، تا مچ پا. البته اینجوری بگیرم به خودم ببینین. پشتش هفتی بازه، نمیبینین؟ آها الان میبینین. هفتی بازه پشتش، آستیناش بلنده، یه ذره گشاده دم آستیناش. و اینکه پلان داشتم، یعنی دارم هنوز، که اینو
هوا که خوب شد مثلا یه هالیدی یه جایی رفتم تو لندن که نمیشه اینو پوشید فکر کنم، بعد اصلا یه دامن یه چیزی زیرش باشه. اینو بیکینی بپوشم، اینو بندازم روش، خیلی باحال میشه. بعد اتو هم نمیخواد این، واسه همین واسه مسافرت و اینا خیلی چیز خوبیه، چون که اتو نمیخواد بکنی، خیلی جنسش آسونه، جنس آسونه. خب این لباس که گفتم خیلی خوبه واسه هالیدی، سی تروه، واسه همین نمیشه درست نشونش داد. خب آستینش این شکلیه، یه دامن مشکی پوشیدم زیرش، پشتشو خیلی دوست دارم چون هفتی اینجوری باز میشه. دوست دارم همین. این کمربند اون چیزه بود، نمیدونم چرا تو اینه اون لباسه بود نشون دادم، خیلی نمکی رنگش. این کمربند اونه. یه تیشرت گرفتم، من عاشق تیشرت اوورسایزم. تیشرت اوورسایز، شلوار بگی اوورسایز، هودی اوورسایز، شرت مردونه اوورسایز، هرچی تو بگی اوورسایز من هست. کت اوورسایز، کفش اوورسایز نیستم چون for obvious reasons. ولی این خیلی دوستش داشتم چون که یه چرت و پرتایی نوشته، بعد خط خورده، کلا باحال بود دیزاینش. بعد پشتش من خیلی دوست داشتم، پشتش ساده است ولی این پشتش این نوشته ریز داره. آره اینم اینجوری، اینم دوست. خیلی آسون استایل کردن اون. این شلوار وای، یعنی هیچی شبیه این شلوار من توی لباسام ندارم. گشاد، یادتونه گفتم بگی شلوار، بگی این، بگی اون، هر چیزی اوورسایز باشه دوست دارم. این از اوناست که واسه من ساخته شده. خب اینم از اون تیشرته با شلواره که عاشقشم. اینه من تو کجا برم که بتونی تهش رو ببینی، ته نداره این شلوار. گشاد و بکنم کلاه اینطوری بذارم خیلی خفن شد. خیلی باحال و گشاده، کلا راحتم توش، میدونی؟ اینو از این. خب یه تو بعدی. اون تاپ مشکی بود نشون دادم. این تا حدودی شبیه اونه ولی خب یه ذره باش فرق میکنه. اون یقش کج بود، این یقش صافه، پشتش هم اینجوریه، فقط دوتا بند میخوره. آها این که اصلا معلوم نیست چیه. یه تاپه که باز دوباره مثل حریر میمونه جنسش، توش پیداست، معلوم نیست چیه. میپوشم نشونتون میدم. این چرا شبیه نقشه ایران شد؟ مثل همون تاپ اکلیلیه است، طلاییه، ولی خب فکر کنم اشتباه بستم بهش، ولی خب فکر کنم بشه اینجوری هم بپوشش، چون آره فکر کنم میشه این شکلی هم پوشیدش، یعنی نمیشه تکنیکلی ولی خب ما میشودیمش. این از این. اوکی یه زاویه دیگه بریم. آها بکنم این رو بهتر بشه توضیح، یعنی این رو بهتر بشه نشون داد که مشکیه رو بفهمین چجوریه. اینو خیلی دوستش دارم،
واسه سامر دوباره با شلوار، با دامن، با شلوارک، مشکیه این بود، مشکیه ساده این بود، پشتش اینجوری بازه، بعد این بندار اینجوری با هم گره میدیم. اینا رو گرفتم 3.99. خب آیتم بعدی این تاپ هست، یه هم توی مشکی داشتمش هم این رنگی، باز دوباره با همون شلوار پوشیدمش. کلا این ویدیوی استایلینگ نیست، این ویدیوی آنباکسینگ و چیزا هم بهتون نشون بدم. اگه میخواین کل این آیتم ها رو ببینین که چجوری استایلشون میدم، چیز جورای مختلف، میتونم یه ویدیو دیگه درست کنم که هر کدومش رو میتونم چند تا جور مختلف استایل بدم، ولی کلا پوشیدم که تو تنم ببینین که توی تن چه شکلیه. جوریه پشتش. از جلو حالت سیکوین های خیلی ظریف داره. مثل میکاپ هم بهتون نشون ندادم. خب خب دیگه از زارا دوباره اینو از تیک مکس گرفتم، همینجور انداختم که نشونتون بدم. از برند امریکن ایگل، امریکن ایگل، 100 خورده ای بود، من گرفتمش 12.99. 109 پوند زده بود چیز دیگه مکسش، من گرفتم 12.99. توی تن خیلی خوشگله، این خیلی خوشگله، نگم براتون. این کورست دنیم چی میشه؟ جین رو گرفتم، کورست جین اینطوریه، اینجوری خیلی خوشگله. این تو تن یه دامنی شبا همه چی میاد. خب این از کورست و دامنه، میتونم اینم ببندم که اینجوری بیشتر اینجا رو نگه داره، ولی خب دوست دارم باز باشه. این بالایی هم باز گذاشتم اینطوری. اینم دامنه بود که گفتم از تیک مکس گرفتم. چطور خیلی خوشگل، کیوته، کیوته. شما هم وقتی که لباس میپوشین برای خودتون میرقصین؟ خیلی خوشگله، دوستش دارم. خب بس دیگه. این پیراهن رو گرفتم از زارا، 5.99. توش یه خطای آبی داره و اینکه میشه دو جوره بپوشیش. حالا پوشیدم نشونتون بدم که چی جوری. خب اینم از پیرهنی که از زارا گرفتم، توش خطای سرمه‌ای داره و جوری که من دوست دارم این پیرهن رو بپوشم با یه تایتس جوراب شلواری که سرمه‌ای باشه بپوشم، کفشای سرمه‌ای و خیلی شیک. این که گفتم میشه دو جور پوشیدش. این پیرهن اینطوریه، اینجوری میفته روش. یکیش اینه یقش اینطوری باشه، یکی هم اینه، اینو اینجوری میتونی بیاری پایین اینجوری. و همین سادگی. پشتش هم ساده است دیگه. این هم از تیکه مکس گرفتم، شلوار دیکیز، گرفتمش 9.99. آره 9.99. خب خواستم این شلوار دیکیز رو بهتون نشون بدم
که خیلی تو پا خوبه. بعد میتونی کمربند قهوه‌ای هم بهش بزنید که دیگه میشه نور علی نور. اینجوری فیتش اصلا عالیه، انگار تو تنم دوختنش. البته بگم اینکه یکی دو کیلو باید واسش کم کنم، چون اگه یه چیزی بخورم الان فیته یه چیزی بخورم دیگه شاید فیت نباشه، دیگه شاید خیت باشه دیگه، اینجوری میشه. واسه همین آره یه ذره باید لاغر کنم که قشنگ بتونم هرچی خواستم بعد بخورم، نه ترکه. خیلی خوشگله تو پا، قدشم تا اینجاست کیوت. و اینکه این تاپه رو گرفتم از زارا، این شکلی به کمربند ظریف میخوره دورش. این 399 بود. اینم تاپ بعدی که از زارا گرفتم، مشکی ساده است با همون دامنه. یکی از یه جوری که استایلش بدم، یکیش همین جوریه. فکر کنم خیلی شیک و خوشگل و گرلیه. خوشش هم که اینطوریه. و بعدی آیتم بعدی، سلام مامان. سلام. بیا پیشم میذاره دلم میخواد تنگ شده. بیا بالا پیشم. بیا بالا توپلیه من. وای قربونت برم من. عاشقتونم کوکولیکو. کیوتوی من، بچه من. وای خدایا من میمیرم. ماما این ویدیو رو بگیرم 1 ساعت دیگه تقریبا کارم تمام میشه. با هم دیگه میریم پارک. با هم دیگه بریم پارک. آره ماما جا آره قشنگ میشنوه چی میفهمه چی میگم. جان واسیقتم. باشه برو بازی کن با داداشید، بعد من میام با هم دیگه بریم پارک. باشه عاشقتم. ما روژ لب دارم میتونم بوست کنم. پشو برو بیرون. مرسی برو بیرون. ریکو برو بیرون. در باز کنم برای دستشویی. خب بقیه ویدیو رو ادامه بدیم. خب کجا بودیم؟ آها اینجا بودیم. این پیرهن مشکیه. چروک شدن لباسا و اصلا از قیافه افتادن. بعد یه ذره یه اتو بخار بهشون بدم چایان کنم ببینیم چجوریه. تو تن خیلی خوشگله. این پشتش اینجوری میگم دوباره ایسیمتریک بازه. یقش هم گرد کوتاه، چسبون نیست خیلی واسه یه سامر. این جون میده، جون. افتاد رو زمین. خب این درس زاراست. اوپس گفتم مشکیه، زیاد تنگ نیست. پشتش کاتات پشت خیلی دوست دارم. اینجوری ساده و روزایی که نمیدونی چی میخوای بپوشی همینو میپوشی حله. این چیه؟ این کفشه که گرفتم توش بود. این تیشرت رو گرفتم دوباره. این واسه سامر کژوال با یه ترینرز با یه شلوارک. Let's go. خب این همون تیشرت هست که از زارا گرفتم.
کنم بگه این بری باشه بهتره. اوکی پشتش رو خیلی دوست دارم، نوشته داره روش. این با جینز، با دامن، با شلوارک، با همه چی خیلی خوب میشه. کلا آستیناش هم خیلی دوست دارم که اوورسایزه، اینجوری میتونی بپوشش. آها اون جامپر بود نشون دادم آبیه، این سبزشه و اینکه اون یقش گرد بود، این یقش هفتیه. یقه هفتم بیشتر گردنبندات معلوم میشه، بکنم اینم باحال باشه تو تن. اینم همون قیمت اون گرفتم. پشتش بازه، اینم به اون ترتیبی که اون. خب اصلا قصد نداشتم اینو با این بپوشم، گفتم اینو میپوشم اونو در میارم، ولی چقدر خوشگلم با هم دیگه، چقدر اشتباهی یهویی ناخواسته با هم دیگه مچ شدن این دوتا. کمرم گرفت. وقتی که 20 سالگی میرسی، واو اکچولی 33 سالگی خیلی باحاله. حالا میتونی اگه خواستی یه ذره بیشتر کول باشی، ولی خب من اینطوری بیشتر دوستش دارم. پشتش هم که همونطور که گفتم بازه، خیلی باحاله. آستینش هم همون جوری که دوست دارم. میشه اینو اینطوری پوشید؟ نه اینجوری بهتر. خوشگل من. خب اینم یه بار پوشیدم، نمیدونم توی استوری اینستاگرام اگه فالو میکنین دیده باشین. این شکلی، این شکل تاپه، بعد اینجاهاش چرمه، بعد مثل چیز میمونه، مثل کمربند چجوریه یا دستبند، اینا اینجوری بفلشون جوریه. خب بعدی این تاپه که کورست ماننده یه جورایی، با همون شلواری که پام بود، مشکی ساده، دمپوش گشاد، ساده است توی پوششم اینجوری. ولی خب اینو با دامن هم میتونیم بپوشین، چیزای مختلف میتونین ترای آن کنین. آخرین آیتم اینم هست. یه چیزی که گرفتم واسه یه سامر دوباره که خیلی چروک شده، من بمیرم واسه تو. دوتا تنگ تاپ تو هم، یعنی مدلش اینجوریه که من خیلی خوش آمد ازش. اینجوری دوتا تنگ تاپه، حالا باز توی تن. اینقدر چیزای آنیوژوالی میگیرم که اصلا معلوم نیست استایلشون چیه، تا نپوشم نمیفهمید جریانش چیه. حتما باید پوشی بشه که ببینیم. خب آیتم بعدی این تاپه بود که همینجوری واسه اینکه نشونتون بدم. باز میگم استایلش نکردم، نشونتون بدم که چی جوری میپوشمش، یعنی مدلش رو بهتون نشون بدم. با این دامنه پوشیدمش و این کفشای ایزی اینجوریه، مقدارش هم اینجوری بازه. منظورم از اینکه دو لایه است اینجوری بود، اینجاش اینجوری دو لایه‌ایه. آخرین آیتم از برند لولولمنه که چیزای ورزشی داره، مثلا لگ ورزشی، تاپ، حتی جوراب، همه چی، کلاه، کیف، اینا، جامپر. حالا من ازش یه دونه جامپر گرفتم که اصلا معلوم نیست از لولولمنه، چون هیچ برندی هیچ چیزی نداره روش بجز این یه دونه کوچولو اینجا پایین پیرهنه.
مثل جامپر درس میمونه واسه من، چون سایز اکسترا لارج گرفتم. بعد اینم خیلی نرمه توی تنم که اصلا خیلی خوشگله و نرم و اوورسایز. اصلا خیلی چیز جوابیه اینا واسه یه وینتر، یا حتی مثلا اگه نخوای بپوشی بندازیش دور گردنت بشه دیگه استایلش بدی. این فکر کنم 100 خورده‌ای بود، 109 پوند 118 پوند درست یادم نیست. من گرفتمش 29.99 اگه اشتباه نکنم. آره 30 پوند گرفتمش. اینم باز از بیست ویلج گرفتم. اینطوری تموم شد. باور کنی یا نکنین تموم شد. حالا برم اینا رو بپوشم بریم چی میشه. اون دوتا رو اون پشت قربونتون برم. خب این جامپری که از کوکوریکو، این جامپری که از کوکوریکو گرفتم. این جامپری که از لولولمن گرفتم، مثل جامپر درس میمونه، خیلی دوستش دارم. زیرش همون دامنه است ولی خب میتونم نباشه، میتونید یه شلوارک مشکی بپوشی که راحت باشی. با بوت‌های مشکی بلند قصد دارم اینو بپوشم، یا اینکه کلا با کفش اسپورتم باحال میشه. خیلی دوستش دارم. اصلا آستیناشو کلا از آستینی که تا اینجا بیاد خیلی خوشم میاد. خیلی یه حالت کول وایبی بهش میده. همین. وای خب دوستش دارم. بریم بعدی. این بادی سوت رو گرفتم. چند روز پیش رفته بودم خونه یکی از دوستان مهمونی. اینجوری پوشیده بودنش با شلوار مشکی. پایینش اینجوری بسته میشه، یقه میخوره، اینش هم اینجوری کش میاد. چیزای نامیزونه اینجوری خیلی خوشم میاد. ایسیمتریکال اینجوری. اینا رو گفتم کنم 3.99 این شکلی از پشت اینجوری. خب ویدیوی ما تموم شد. فاینالی فکر کنم 3 ساعت و خورده ای شد دارم فیلم میگیرم. بینش کوکوریکو پارس کردن، مثلا نگم براتون. ولی مرسی که دنبال کردین تا اینجا دیدین. و اینکه اگه آنباکسینگ و این چیزا حال میکنید، اگه میخوایم بدونید که هر آیتم رو چجوری به روش های مختلف استایل میکنم، لطفا کامنت بذارین اگه میخوایم بدونین. اگه نه که خودم استایل میکنم ویدیو میگیرم میذارم واسهتون. ولی مرسی که دنبال کردین. دم همتون گرم. ماچ بهتون. تا برنامه بعدی تا ویدیوی دیگه. خداحافظ.